کوپریکی ماشینگذاری که در ناحیه لخش در نتیجه فرآمدن ترما خراب گردیده بود برقرار کرده می شود. خبرنگاران ما از رفت کارهای برقرارسازی گزارش می‌دهند. روند کارهای برقرارسازی کوپریک ماشینگذاری از آفت طبیعی ضرر دیده در ناحیه لخش با مقصد تامین رفت و آمد ساکنان ماه‌های مارس و اپریل سال روان با سبب فرآمدن ترما پیش مجرای آب دریای تندیقل محکم شده در کیلومتر 17 راه اتومبیلگرد اهمیت جمهوریوی داشته جماعت ینگی شهر ناحیه کوپریک ماشینگذار خراب گردید که در نتیجه حرکت نقلیات منع شد. این عامل بر رفت و آمد ساکنان و انتقال مال و محصولات مشکلی پیش آورد. با مقصد برقرار ساختن پل ماشینگذار ستاد کاری تأسیس داده شده کارهای برقرارسازی آغاز کرده شدند. کارها جهت رفع عاقبت‌های آفت طبیعی و برقرارسازی کوپریک ماشینگذار با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش توسط حشر دسته‌جمعانه ساکنان محلی عملی گردید. در نتیجه یک باره گشوده شدن مجرای آب پل ماشینگذاری بالای دریای تندیقل قسمت چپی آن و زیاده از 50 متر راه خراب گردیده الکی در جای حادثه ستاد ناحیوی تشکیل گردیده کار در این سمت با مرام ادامه دارد. با جلب تکنیک و مکانیزم های خدمات مدافعه گرجدنی نقلیات برای ناحیه کارهای برقرار کنی در این سمت ادامه داشته راه دوباره برقرار کرده می شود. در نتیجه فرآمدن ترما همچنین یک قسمت راه ماشینگرد نیز از بین رفته بود. ناحیه لخش با موقع جایگیرشویش آسیب پذیر بوده. در این ناحیه دوردست مملکت به عمل آمدن آفت‌های طبیعی از جمله فرآمدن ترما و سیل احتمال دارد. موجود بودن تکنیک‌های معاصر صحوی به کارمندان امکانیت داد که آنها سری وقت کوپریک خراب گردیده را برقرار کرده حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات را تامین کردند. در نتیجه فعالیت سری وقتی کارمندان و حشر ساکنان کوپریک ماشینگذار که بر اثر آفت طبیعی خراب گردیده بود پرره برقرار کرده شده حالا توسط آن رفت و آمد همه گونه واسطه‌های نقلیات تامین کرده شد. نوریدین قربان، بهرالدین اسماعیل‌دین، فیروزی موسی از ناحیه لخش برای برنامه اخبار.